سال قبلی ما در حدود 264 مگاوات شرایط تکنیکی برای مشتریات دادیم. معنای از این چی است؟ یعنی 264 مگاوات سالانه مردم تقاضای برق دارن. یعنی 264 مگاوات در سیستم ما باید هم مسئله ما افزایش بدیم. این به این معنا که ما در بخش رهایشی تقریبا در حدود 65 مگاوات شرایط تکنیکی دادیم، در بخش تجارتی ما 29 مگاوات، در بخش صنعتی ما 116 مگاوات که بلندترین زیر در بر میگیره و در بخش ادارات اماراتی 51 مگاوات شرایط دادیم. در بسیاری از فابریکاتی که ترمیماتش انجام شده، در بامیان ولسوالی آجر است که او را ترمیماتش انجام دادیم. ماهیپر 2 توربین داشت که یک توربینش ترمیمات اساسیش انجام دادیم و توربین جدید دیگیش که از کار افتیده بود او را هم ترمیماتش خلاص کردیم که عملا انشالله تعالی در آینده نزدیک هم افتتاح خواهد شد و در ضمن امیال 44 مگاوات برق از این دستگاه ما تولید داریم. با فابریکه موسمی است، هرگاهی که آب موجود باشه ما از این تولید میکنیم. در درونته هم یک توربین از اینا که 3 مگاوات برق تولید میکرد و هم از کار افتیده بود که او ترمیم شده و فعلا او هم داخل شبکه است. در پلخمری هم همچنان یک توربین که 3 مگاوات تولید میکرد اونا هم از کار افتیده بود، بعد از ترمیمات اساسی و هم فعلا فعال شده. در هرات هم ما در یکی از توربینایش مشکل داشتیم و مشکل تکنیکیش سپورت از طرف کمپانیای خارجی برای ما داده نمیشد. بالاخره انجینرهای افغانستان برشنا شرکت تصمیم به این گرفتن که ما خود میره اعمار میکنیم و با دستای خود انجینرهای برشنا شرکت توانستن این توربین پس دوباره فعال کنن که ای هم در حدود 13 الی 14 مگاوات برق به شبکه ازدیاد پیدا کرده.